کوچه های دوشنبه را برای پیشواز پرزیدنت ولادیمیر پوتین آماده میکنند. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین ها را از دو طرف خیابان عینی برداشته به جریمهگاه بردند. اینچنین خیابان عینی و رودکی بعد از ساعت 16 برای رو و آب بسته خواهند شد. در نظر است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تا ساعت 17 به دوشنبه رسد. مقامات تاجیک گفتند رئیس جمهوری روسیه تا فردا در دوشنبه میماند. مقصد اساسی آمدن پوتین به دوشنبه دیدار و ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت رهبران دو کشور صحبت یک به یک خواهند داشت. سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان گفت همکاری های دو جانبه، رشد مناسبت های اقتصادی و فرهنگی، وضع منطقه و جهان و مخصوصا افغانستان از موضوعهای اساسی صحبت ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان خواهند بود. به گفته یوری اوشاکوف یاردمچی پرزیدنت روسیه، رهبران دو کشور همچنین همکاری ها در بخش های نظامی، فرهنگی و مهاجرت را بررسی میکنند. بعضی رسانه های روسیه نوشتند در صحبت رهبران تاجیکستان و روسیه احتمال مسئله پیوستن دوشنبه به اتحاد اقتصادی اوراسیا و یا یورازیس بررسی شود. سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در جریان سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه یگان سازشنامه نو به امضا نمی رسد. از زمان تجاوز مسکو به خاک اوکراین در تاریخ 24 فوریه امسال این نخستین سفری خارجی ولادیمیر پوتین می باشد. برخی از کارشناسان تخمین می کنند که در دیدار ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان برخی از مسائل های حساس بین دو کشور و هم وضع داخلی تاجیکستان بررسی خواهند شد. در این قطار از احتمال استفاده شدن تاجیکستان همچون روزنه برای نجات روسیه از تحریم های غرب، آشتی دادن امامعلی رحمان با طالبان و مسئله انتقال قدرت در تاجیکستان از پدر به پسر بررسی شوند. مقامات رسمی این بیانیه ها را تصدیق و یا رد نمی کنند. در همین حال الکسی ارستویچ مشاور پرزیدنت اوکراین روز 28 ایون ضمن یک مصاحبه هشدار داده است که تاجیکستان و ترکمنستان نباید بر روسیه در فریب دادن تحریم های غرب کمک کنند. قرار است ولادیمیر پوتین این شب در دوشنبه مانده فردا به شهر اشخاباد ترکمنستان سفر کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.